که اختیار میکرد که یک چیز رو بکنه، چی خیر می بود چی شر می بود، میتونست که امو کار خود انجام بده. و ما میفهمیم که اکثر اعمال خود که ما اختیار داریم، اراده داریم که یک چیز بکنیم، نمیرسیم، امو کار از ما نمیرسه، نمیتونیم امو کار بکرده. و اگر هر دوز هر وقت که میخواست دوزی کنه دوزی میکرد و این ناممکن است. خدا عزوجل خالق اعمال خیر و شر است. و القدریه میگن که اعمال غیر اختیاری خود ما خلق میکنیم. و در دیگه آیت خدا عزوجل فرمود و خلق كل شيء فقدره تقدیرا. در دیگه آیت خدا عزوجل فرمود که همه چیز به قدر خلق کرده، همه چیز به قدر و تقدیر خلق شده. و در دیگه آیت خدا عزوجل فرمود الله خالق كل شيء. خب اینا کسی که فهمید که القدریه و امثالش تا به امروزه روز است، کسایی است در این زمان که به فرقای مختلف است که هنوز هم میگن که ما انسان اعمال خودش خلق میکنه و این در این وقت زمان وجود داره. متوجه از یا باشن. و براجع از یا به امام مالک پرسان شد که آیا ما میتونیم که دختر خدا به نکاح بتیم به یکی از قدریه؟ و امام مالک به جوابشان آیت قرآن ذکر کرد ولعبد مؤمن خیر من مشرک. گفت این آیت معنیش است که یقینا که بنده مؤمن بهتر است از مشرک کرده. به جواب سوالشان بود که آیا ما میتونیم دختر خدا به زواج بتیم به یک از کسایی که این عقیده را داشته باشه؟ و امام مالک این جوابش داد. و علما هم نظر هستند به گفتار کسی که به قدر ایمان نداره به قرآن و حدیث و او از جمله مؤمنان نیستند. و مسئله در قرآن ذکر شده و در حدیث ذکر شده و در اجماع است. اجماع که گفتیم این ثبوت است در دین. چرا؟ به خاطر پیغمبر علیه السلام فرمود لا یجمع امتی علی الضلاله. امت ما در مسئله گمراهی هیچ وقت هم نظر نمی باشن. یعنی همیش نفرای می باشن که میگن نه، اگر کار حتی در دورشان بعض مردم گپ غلط بزنن و میگن که نه این گپ غلط است. و این مسئله یک قاعده است در دین، چون پیغمبر علیه السلام میره فرموده یک قاعده است در دین که امت در گمراهی هیچ وقت هم نظر نمی باشن. و از او خاطر مسئله امام ها، امام ابو حنیفه، امام شافعی، امام مالک و امام احمد، علما هم نظر هستند بر صداقت از یا به بزرگواریشان، به علم دانششان در این امت. و میفهمیم که ما در بین در فامیل خود هم نظر بودن در یک مسئله بسیار کار آسان نیست که حتی در بین فامیلتان شما در یک مسئله هم نظر باشین. و هم نظر است امت، یعنی امت علما مجتهدین سر بزرگواری امام ابو حنیفه، امام شافعی، امام مالک و امام احمد، یعنی سر و براجع چهار از حدیث پیغمبر هم است علیه السلام که در براجع امام ابو حنیفه پیغمبر علیه السلام فرمود که از یک مرد فارس می باشه، در آینده یک مرد فارس میه که اگر علم برسه تا ستاره ها او علم از اونجا میگیره. و علما گفتن که این حدیث دانشمندترین از مردهای فارس او ابو حنیفه است. و یعنی خود ابو حنیفه در سایه
کوفه تولد شد و در عراق زندگی میکرد و لسان عربی گپ میزد، مگرم نسلش از مردم فارس است. و امام مالک، در برای امام مالک پیغمبر علیه السلام فرمود که یک عالم است، عالم مدینه، که در وقت زمانش از او که دانشمند دیگه کس نیست. و ما میفهمیم که امام مالک ابو حنیفه در یک زمان بودن و او امام مدینه بود. امام مالک برای امام شافعی پیغمبر علیه السلام فرمود یک مرد قریش میه که علمش در شرق و غرب میرسه. و کل علمای اهل سنت گفتن که این حدیث برای امام شافعی علم هیچ کس مرد قریش به اطراف دنیا نرسید مثل که علم امام شافعی. و همچنان برای امام احمد ابن حنبل رضی الله عنه حدیث مذکور است. کل از این امام ها خدا عزوجل یاره هدایت کرده و امت درش اجماع است سر صداقتشان، سر ولایتشان، سر علمشان و دانششان، و از مو خاطر مذهبای از یا تا به امروزه روز پیروایشان نشر میکنه مذهبایشان و احکام دین، مسائل فقه و مسائل عقیده از یا آموخته میشه. و مسئله قدر و مسئله قدرت خدا و اراده خدا بعض علما تشریح کردن به 4 قسم تقسیمات کردن. گفتن که بعضی چیزاست که خدا عزوجل امر کرده و ارادهش بوده، امر کرده و ارادهش بوده. و قسم دوم خدا عزوجل امر کرده، راضی بوده از او کار، امرش کرده و دوست داره این کاره، مگرم ارادهش نبوده که کار شوه. و قسم سوم خدا عزوجل این چیز راضی نیست ازش و امر نکده، مگرم ارادهش بوده که این کار شوه. و قسم چهارم از جمله چیزها است که خدا عزوجل نه امر کرده، نه از او چیز راضی است و نه ارادهش بوده که او شوه.